آگهی خدمات ویزا. شرکت گردشگری و مسافرتی توانا، آیا قصد سفر به بحرین را دارید؟ شرکت گردشگری و مسافرتی توانا با افتخار بهترین خدمات ویزای الکترونیکی را ارائه می‌دهد. ما برای شما انواع ویزاهای زیر را با شرایط و قوانین رسمی کشور بحرین فراهم می‌کنیم. ویزای بازدید. ورود چندگانه برای 1 سال. شرح خدمات. ویزای مناسب برای بازدیدهای مکرر در طول سال با شرایط عالی. شرایط درخواست. متقاضی باید خارج از کشور بحرین باشد. ویزا به صورت آنلاین صادر و پرداخت می‌شود. شرایط ورود. پاسپورت باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. متقاضی نباید در طول بازدید اشتغال به کار داشته باشد. شرایط اقامت. ویزا برای ورودهای چندگانه معتبر است. مدت اعتبار ویزا 1 سال. مدت اقامت مجاز. 90 روز در هر بازدید قابل تمدید می باشد. مدارک مورد نیاز. کپی پاسپورت، بلیت تکت برگشت تایید شده. رزرو هتل، صورت حساب بانکی 3 ماه اخیر با مانده پایانی حداقل $1000 آمریکا. هزینه‌ها. هزینه درخواست $70 آمریکایی غیرقابل استرداد. هزینه ویزا $1200 آمریکایی پرداخت پس از تایید ویزا. جمع کل $1270 سیاست باز پرداخت. هزینه درخواست در صورت عدم تایید ویزا $70 آمریکایی. این مبلغ غیرقابل استرداد می باشد. هزینه ویزا پس از تایید ویزا توسط اداره مهاجرت بحرین پرداخت می شود و غیرقابل استرداد است. مهلت استفاده. پس از صدور ویزا متقاضی تا 3 ماه فرصت دارد وارد بحرین شود. در غیر این صورت باید مجدداً درخواست و هزینه ها را پرداخت کند. چرا شرکت گردشگری و مسافرتی توانا؟ ارائه خدمات سریع و مطمئن، مشاوره تخصصی در تمامی مراحل درخواست. تضمین رعایت قوانین و مقررات کشور بحرین. برای اطلاعات بیشتر و درخواست ویزا با ما تماس بگیرید.